قسمت تاج ابرو همیشه یه مقدار خلوت‌تره و اینکه خطوط خیلی صاف نیستش، یعنی اون موها خیلی مرتب نیست، یه ذره به این و این سمت اون سمت هستش که برای طبیعی تر شدن من استروک اولیه رو به سمت بیرون و استروکای دوم و سوم رو به سمت بالا میبرم. خب حالا استروک اولا میشه این، یه دونه استروک نمیکشم خط صاف، میام چند تا استروک کوچیک میذارم. استروک دومم همیشه اینو میام تا اینجا، استروک دومم بهش وصل میکنم، یعنی اولی شد 3 تا، دومی شد 2 تا، استروک سومم کامل میاد بالا. خب پس این شد قسمت تاج ابرو من. حالا از اینجا خط اسپاین من اگر که این قسمت باشه، به این شکل باشه، خط اسپاینم رو اینجا رسم کردم. از اینجا یکم در واقع استروکای من خوابش عوض میشه، یکم خوابیده تر میشه. پس این استروک یه مقدار میخوابه به این شکل روی خط اسپاین. استروکا از پایین که میاد میره رو خط اسپاین میخوابه، از خط اسپاین رد نمیشه. اینجا دیگه استروکای قسمت آرکو داریم که میخوابه دوباره رو خط اسپاین، با یه شیب ملایم میاد میخوابه رو خط اسپاین. نسبت به اون حجم ابروهای خودشون میام استروکای ثانویه‌مو میزنم. استروکای ثانویه اگر که اینجا خط استروک اولیه من به این شکله، استروک ثانویه من باید به همون موازا بیاد. این خط اولم میاد اینجا، خط دومم میاد این قسمت، این دوباره برای استروک بعدی همینطور به موازات اون استروک اولیه استروک ثانویه‌مون هم میزنیم. هر جا که نیاز بود خورده مو اضافه بکنیم، به موازات خطوط اولیه‌مون خطوط ثانویه‌مون رو اضافه میکنیم یا امتداد میدیم.